بچه‌ها چطورین؟ امروز قراره که با هم 3 تا لپ لپ قلبی با هم آنباکس کنیم که این دومین باری میشه که داریم لپ لپ قلبی باز میکنیم و این دفعه با مدل های جدیدش هستن. همینطور که میبینید مدل تایلایت اگه اشتباه نکنم، ریتی و اینم پینکی پای و خب مدل جدیدش بودن، یعنی رنگاش هم پاستیلی شده بودن و قیمتشون هم فرق داشت که اون دفعه 50,000 تومان و این دفعه شده بودش 60,000 تومان. بریم ببینیم داخلشون چیه. این هیچ صدایی نمیده، اینا رو همینجوری برداشتم. بریم سراغ آنباکسشون. راستی یادتون نره استاپ کنید و به چنل سری بزنید چون کلی سرگرمی با هم در چنلم دارم. بمازی کنیم. بدون کاتر میخوایم بس کنیم. یه خورده بدون کاتر بریم بازش کنیم. حاجی چه چیزی تو این چپوندن؟ اوه یه خرگوش این شکلیه. یه این شکلات هایی که من دوست ندارم هم داخلش بود. بریم اینو باز کنیم. این خودش باز شد. بدون اینکه پلاستیکشو بکنیم. این خب دفعه قبل خیلی خوب توش بود و فیگور اینا. درسته که خیلی زشت و 3 تا هم این شکلاتای به در نخوره من دوست نداشتنی. بریم سراغ آخرین لپ لپ قلبی من. چرا واقعا یکی باید پول بده اینو بخره؟ این چیه واقعا؟ بعد جالبه این که قدیمیش اصلا توش اینا نبود. اصلا این چیه؟ شکلاتاش هم قلبی بود. اینا واقعا همجنس اوه یه فیگور هری پاتر داخلشه. چه خوشگله این. یه دونه جاکلیدی پاپتی که اون دفعه برامون در اومد، اما این طرح قلبی صورتیه. و دوباره هم 3 تا این شکلات هم. این حالا یه خورده 60,000 تومان رو بهش میگیریم میارزی. تا اگه دوباره میخواید پولامو هدر بدن حتما بهم بگین. تا یه ویدیو دیگه بای بای.